یک شاخ گل، برنامه شماره 438. این برنامه با همکاری حبیب الله بدیعی، جلیل شهناز، جمال وفایی، منصور سارمی و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ چهارگاه از رکن الدین مختار. اشعار متن برنامه از صدارت مریم ساوجی. غزل آواز از فروغی بسطامی. گوینده آذر پژوهش. در شام تیره ای مه تابان خوش آمدی، ای صبح وصل در شب هجران خوش آمدی. ای پرتو امید به ظلمت سرای غم، با شادی و نشاط فراوان خوش آمدی. تا جان بر لب آمده در پا فشانمت، ای دلبر عزیز تر از جان خوش آمدی.
همچو گلشنیست پر از سوسن و سمن. ای تازه گل به سیر گلستان خوش آمدی. امشب به یاد تو غزلی خوش سرودم. سرمست ای غزال غزلخوان خوش آمدی. ای مایه امید نسیم ای عزیز دل، در شام غم به کلبه احزان خوش آمدی. دل از تو کندم و بی تو ز زندگانی هم، ز جان گذشتم و از عشق و یار جانی هم. تو بی خبر که چنینی ز رسم دلداری، برو برو که نمانی به دلستانی هم. چو عهد خویش نپایی بتا ز سست دلی، به پای مهر تو حیف است سخت جانی هم. نه دوستی بشناسی نه قدر صحبت دوست، نه مهر از تو تراود نه مهربانی هم. تو را چه پاس محبت که از گرانجانی، متاع عشق نگیری به رایگانی هم. مرا توان دهد ای کاش محنت ایام، که داد از تو بگیرم به ناتوانی هم. چه رازهای مگو در میان صحبت ما، چنان فتاد که من دانم و تو دانی هم.
رفت و دل آرام گرفت، بخت خندید و لبم از لب او کام گرفت. درون خواستم راز درون فاش کنم، یار نخواست نگهی کرد و
سخن شیوه پام گرفت. خواستم راز درون فاش کنم، یار نخواست. نگهی کرد و سخن شیوه ابهام گرفت. خدا گفت دور از لب و کامم، لب و کام تو چه کرد؟ گفتم بوسه تلخی ز لب جام گرفت. وای خدا یار باز آمد و غم رفت و دل آرام گرفت. بخت خندید و لبم از لب او کام گرفت. این بود شاخ گل شماره 438.